ماشینی که پتانسیل تقویت شدن داره، چون که به نسبت خودش و کره بودنش خیلی پرجون و پرقدرت. یه موتور 3800 سی سی تنفس طبیعی خورجینی، بیشتر برای درک ساخته شده، چون که اتاق اونچنانی یا شاسی اونچنانی نداره که بخوایم باهاش دریفت بکشیم. این ماشین بیشتر به درد کلکل و دوردور و این چیزا میخوره. چند سالی هست که جنسیس اومده زیر مجموعه شرکت یا کمپانی هیوندا. به خاطر همین اسم این ماشین هست هیوندای جنسیس کوپه. دوستان سلام، به چنل آرس موتورز خیلی خوش اومدین. در خدمتتون هستم با هیوندای جنسیس کوپه 2011. توی طراحی ظاهری این ماشین نسبت به اسپورت و کوپه بودنش یه کاپوت نسبتاً کشیده و بلندی داره با دو خطی که از گوشه میان وسط کار، خیلی جذابش کردن و چراغای نسبتاً بزرگ و زاویه داری که داره. دو تا مهشکن اون پایین که شکل متوازی الاضلاع یا همون لوزی گرفتن به خودشون. جلو پنجره کوچیکی که دلیل کوچیک بودنش بیشتر کاپوت و بزرگی کاپوت و چراغا میتونه باشه و یه لیپ سپر اون پایین به کار رفته شده و زیر سپری که دو تا خط سمت راست و دو تا خط سمت چپ کرومکاری به کار رفته شده داخلشون. چون این ماشین کوپه و به اصطلاحاً دو در هستش، اون در دو تا در سمت چپ و راست خیلی بزرگ طراحی شدن و به خاطر همین خیلی به چشم میان. رینگ های 18 انچی SRT که فابریک نیستن و اینا رو خود صاحب ماشین انداخته روشون و باعث شده که لاستیک جلو سایزش 245 و لاستیک عقب سایز 275 رو به خودش بگیره. آینه های تاشوی برقی که خط و خطوط و این خط هایی که به کار رفته شده داخلشون اصلا نشون از اسپورت بودن و اصالت اسپورت بودن این ماشین رو داره میرسونه. ارتفاع ماشین خیلی پایینه و شیب و زاویه‌ای که این گوشه و لچکی ماشین به کار رفته شده. این عقب ماشین جنسیس رو من خیلی دوست دارم، چون که ظرافت و طراحی که توش به کار رفته شده نسبت به جلو و کنارش خیلی قشنگ‌تره. یه باله با چراغ استاپی که روش به کار رفته شده، لوگو جنسیس، لوگو کوپه و لوگو فورسی، اگزوزایی که اومدن بیرون و یه حالت کپل بودن و پهنای خاصی داره این ماشین. اصلا پهنای ماشین از عقب ماشین شروع میشه. اگر اینجا رو دقت کنید یه خط از اینجا بزرگ میشه و میره به سمت ماشین که به سمت جلوی ماشین که باریک‌تر میشه و خیلی ماشین رو جذاب‌تر نشون میده. لنتای این ماشین برنبو هستش و اون قرمزی که از داخل دیسکا میاد بیرون خیلی جذاب و اسپورته. روی سقف یه سانروف نیمچه پانورامیک یا همون سانروف ساده است، چون ماشین مال 12 سال پیشه. چیزهای عجیب غریب فیبر کربن و اینا به کار نرفته شده داخل ماشین و آنتن کوسه‌ای روی شیشه عقب ماشین. توی قسمت داخلی طراحی درب از چرم و یه متریال نرم و خوبی استفاده شده. چرم قهوه‌ای روی صندلی‌ها و قسمتی از در نشسته. این پایین یه تکسچر کرومی که این ماشین 270,000 تا کار کرده و رنگش دیگه الان رفته، حتی روی فرمون هم به کار رفته شده این تکسچرها. و یه چیز جالب در مورد رانندگی با این ماشین بگم، با این ماشین رانندگی کردیم سر صدا به اون چنان از متریال داخل ماشین نمی اومد و دلیلش اینه که از متریال نسبتاً مرغوب و با کیفیتی استفاده شده داخل این ماشین. تو قسمت کنار فرمون کنترل ترکشن داریم که تو این ماشین میتونم بگم خیلی مهم هستش، چون که این ماشین دیفرانسیل عقب هستش و از هندلینگ خیلی خوبی به کار نرفته شده داخلش. یه نیش گاز بدی پشت ماشین در رفته، اون وقته که جمع کردنش با خداست.
پس ترکشن کنترل خیلی تو این ماشین مهمه. تنظیم ارتفاع نور ماشین رو داره. استارت و استاپ به صورت کلید هستش و شیفترهای پشت فرمون کرومی شکلن و کیفیت خوبی داشتن که بعد از 270,000 کیلومتر سفر هنوز رنگشون نرفته و فرمون کیفیت و طراحی نسبتا خوبی داره نسبت سال این ماشین. یه زاویه اینجا دادن که اگر نبود این تیکه از فرمون فکر کنم فرمون خوشگل‌تر میشد. لیور دنده طراحی نسبتا خوبی داره، 2 تا کاپ هولدر اینجا و کنسول وسطی که روی کنسول وسط چرم هستش و فضای خوبی داره. 2 طرف گرمکن صندلی رو داره ولی سردکن نداره. یه مانیتور خیلی کوچیک که اینجا ساعت و تاریخ و اینا رو بهتون نشون میده، دیگه چیز خاصی رو نشون نمیده. تنظیمات صندلی راننده به صورت برقی هستش ولی صندلی شاگرد به صورت دستی. داخل سقف یه جا عینکی داریم که همه جا توی ماشین‌های هیوندای و کره‌ای هست و باز و بسته کردن سانروف و 2 تا چراغ آفتابی. آینه به صورت الکتروکرومیک هستش. یه چیز خیلی جالب در مورد این ماشین این که این ماشین سیستم صوتی اینفینیتیه، یه سیستم صوتی 6 بلندگوه با کیفیت بسیار عالی. میتونم بگم یکی از بهترین سیستم صوتی هایی میتونه باشه که روی این ماشین به کار رفته شده که روی اپتیما و الانترا و این بقیه ماشینا ندیدم. تازه این ماشین ساب عقب و جلو هم داره و خیلی عالیه. حالا اگه شد تست صداشو براتون میذارم. چون این ماشین اسپورت هستش و کوپه هستش انتظار صندوق جادار ازش نمیره و همینطور هم هست. این 2 تا قسمت شاید نهایت یه چمدون بزرگ با 2 تا کیف کوچیک توش جا بشه. بریم ببینیم که چه پیشرانه‌ای زیر کاپوت این ماشین خوابیده. یه موتور 3800 سی سی تنفس طبیعی خورجینی که قادر هست 306 اسب بخار روی کاغذ، میتونم بگم 306 اسب بخار روی کاغذ نوشتن. چیزی که کمپانی اعلام کرده یه 290 اسب بخار میشه ازش قدرت گرفت. پتانسیل تقویت کردن رو داره و میتونیم برسونیمش به 306 اسب بخار. این موتور MPI هستش و یکی از ضعف‌های MPI که میدونیم کمجو هستش ولی اگر GDI بود میتونست قدرت بیشتری حتی تا 340 اسب بخار قدرت هم بهمون بده. 360 نیوتن متر گشتاور داره. وزن این ماشین 1610 کیلوگرم و شتاب 0 تا 100 که اعلام شده برای 6.7 ثانیه است. ولی چیزیه که اعلام شده بخوایم بگیریم حدوداً با 1-2 ثانیه اونورتر 7-8 ثانیه میشه گرفت. تازه با بنزین معمولی و شرایط مساعد. یه گیری باکس 6 دنده اتومات داره که قابلیت دستی شدن هم داره. خیلیا موتور این ماشین رو اصلا کلا این ماشین رو با تویوتا GT 86 مقایسه میکنن در صورتی که اصلا این 2 ماشین قابل قیاس نیستن. این ماشین موتور خوبی داره و پتانسیل تقویت خیلی خوبی داره ولی شاسی و اتاق متاسفانه تو این ماشین انگار خیلی زیاد تعریف نشده. این ماشین بیشتر به درد کلکل و دوردور و این چیزا میخوره ولی روی GT 86 یه شاسی تقریبا میتونم بگم مستقل سوار شده و بیشتر روی کارهای دریفت و اسکین و این چیزا باهاش مانور میدن. این ماشین هم میتونه توی دریفت روی آلمانی سوارا و اینا رو کم کنه. سیستم هندلینگی که تو این ماشین به کار رفته شده همین الان داشتیم ازش تست میگرفتیم. مثلا کلا وقتی میره دیگه جمع کردنش با خداست. دید جلو، کنار و عقب خیلی خوبه به نسبت کوپه بودن و اسپورت بودنش. تعویض دنده این ماشین با شیفته حدوداً چون این ماشین یکم از روش خیلی گذشته و کارش رفته بالا یکم تأخیر داره. مثلا آینه رو که نگاه میکنی کلا اون پهنای پشت ماشین حس اسپورت بودن رو بهت نشون میده.